The film was boring. I was bored. درود بر دوستان، توی این ویدیو من میخوام تفاوت بین ing و ed رو در adjective برای شما توضیح بدم. دوستان همینطوری که از جمله شنیدید، اگر من بیام و به صفتها ing بدم، یعنی اون حالتی که اون چیز داره میده به ما. وقتی من میگم the film was boring، یعنی اون فیلم خسته کننده بود. اما وقتی میگم I was bored، یعنی من خسته شدم، اون حسی که من از اون فیلم گرفتم. Another example: It is interesting. I am interested. وقتی ما میگیم interesting ing به این صفت میدیم، یعنی جالبه، باحاله. ولی وقتی میگیم interested، اون حسیه که من گرفتم، یعنی من علاقه‌مند شدم بهش به خاطر اینکه جالب بود. پیروز باشید.